ما حتی یک زندانی سیاسی که مثل الچیبی در آذربایجان، مثل گامساخوردی در گرجستان نداریم که در سالهای شوروی به طور سیاسی برای پریشان کردن یا برهم زدن اتحاد شوروی مبارزه کرده باشد و زندانی شده باشد. تنها استاد سید عبدالله نوری مرحوم، ایشان را هم که در همون استاتیایی که محکوم شدن برای فعالیت‌های ضد شوروی هست، یگانه نفری که در تاجیکستان فعالیت، یعنی از روی ماده فعالیت ضد شوروی زندانی شده بود، استاد سید عبدالله نوری بود. اونم در صورتی که خود ایشان فعالیت فرهنگی استقلال خواهی میکردن و یگان برنامه سیاسی برای جدا کردن تاجیکستان از شوروی اون وقت نداشتند. اما حتی همون یک فعالیت اصلاحات طلبانه دینی را هم حکومت شوروی همچون یک سپاراتیسم یا استقلال خواهی معرفی کرد و او را به دادگاه کشیدن، زندانی کردن، بدون آنکه خود استاد نوری یا همراهانش چنین یک برنامه جدی رو داشته باشند.